اتاق فرمان لطف کنن مانیتور بنده رو آنتن ببرن که از کتاب انوار نعمانی که قبلا جناب استاد در فکر کنم برنامه آن روی سکه شخصیت نعمت الله جزایری رو از دیدگاه مقام معظم نشون داده بودن از سایت شخصیشون، باید به ذهن بینندگان باشه. انوار نعمانی مال نعمت الله جزایری هست، کسی هست که دیگه در کتاباش خوب اهل سنت رو کوبونده، به تعریف واضح قائله و الی آخر. خب در کتابش که در سال 2010 در بیروت چاپ شده، این شناسنامه کتابه، در صفحه 267 این چاپی که پیش منه. و اما الناصب و احوال و احکام فهو مما یتم ببیان امرین. خب اول در این کتابش کلا بیان میکنه که ناصبی کیست، احکامش چیست و حال هواش چیه. میگه در میان بیان ناصبی میگه ورد فی الاخبار انه نجس و انه شر من الیهودی و النصرانی و المجوسی. میگه در اخبار ائمه، در اخبار شیعه وارد شده اومده که ناصبی نجس است و بدتر است از یهودی، نصرانی و مجوسی و انه کافر نجس به اجماع علماء الامامیه. به اجماع علماء امامیه هم کافر هم نجسه. رضوان الله علیهم که اینجا نوشته. خب حالا اینو من کار ندارم، فقط به صفحه بعد میریم، بازم جلد 2 صفحه 268. اینجا در رابطه با اینکه علامت ناصبی گفته که تقدیم غیر علی بر علی، هر کس غیر از علی رو بر علی ترجیح بدن، ابوبکر باشه، عمر باشه، عثمان باشه، چون که عقیده اهل سنت همینه که ابوبکر و عمر و عثمان بر علی رضی الله عنه برتری دارن. هر کس حتی یک از اینها باشه، حتی عثمان تنها باشه، اون ناصبی هست. در پاراگراف بعدی میگه و یؤید هذا المعنى ان الائمه علیهم السلام و خواصهم، ائمه و خواص ائمه اطلقوا لفظ الناصبی علی ابی حنیفه و امثاله. یعنی امام ابو حنیفه رضی الله عنه مؤسس مذهب حنفی که اکثر ایرانیانی که اهل سنتی که در ایران هستن حنفی هستن، امام ابو حنیفه از دیدگاه نعمت الله جزایری و بلکه ائمه خیالیشون و همچنین بزرگان شیعه ناصبی هستن، هیچ شک هم درش نیست. در ادامه خود آقای نعمت الله جزایری میگه که مع ان ابا حنیفه لم یکن ممن نصب العداوه لاهل البیت. ابو حنیفه از اونهایی نبود که عداوت ظاهری و آشکار به اهل بیت داشته باشه، اما باز هم به امام ابو حنیفه ناصبی اطلاق کردن.